4 تا سایت خفن میخوام بهت بگم که از نون شب برات واجب تره. با من همراه باش که آخریش از همه کاربردی تره. خب تا حالا شده سر کلاس باشی و انقدر استاد پشت سر هم نکته های مختلف گفته و تو اصلا جا موندی از جزو نوشتن، یا اینکه مثلا سر یه همایشی هستی که دوست داری مثلا گوش کنی، حالا بعداً جزوهشو بنویسی یا نکته هاشو بنویسی، یا اینکه انقدر جزوه طولانی بوده و بلند بالا که اصلا نکته های مهم رو توش گم کردی و نمیدونی چجوری اون نکته ها رو پیدا کنی و بخونی. خب اینجاست که هوش مصنوعی میاد کمک. خب بریم سراغ سایت اول که استادیفش هستش. براتون تمام لینک ها رو میذارم. این یه سایت خیلی خوب برای دانشجوها هستش که میتونی بهش کتاب، مقاله یا هر چیز دیگه بدی و اون برات یک خلاصه ترتمیز بهت تحویل میده، یا اینکه حتی مثل یه معلم واقعی کنارته، ازش هر سوالی داری میتونی بپرسی جوابتو میده، یا حتی برات میتونه آزمون طراحی کنه و با اون آزمون شما بسنجی که چقدر از اون درس رو یاد گرفتی، یا حتی میتونه یک تایمی رو با هم فیکس کنی، یه تایمی که شما خالی هستین اون هوش مصنوعی به شما زنگ میزنه و اون درسی که شما یاد ندارین رو بهتون یاد میده. یعنی عملا یک جورایی مثل معلم واقعی کنارتونه و حتی از درساتون میتونه براتون فلش کارت درست کنه که نکته های مهم رو بهتر یاد بگیری و بهتر تو ذهنتون بمونه. و دیگه چی کار میتونه بکنه؟ فرض کنید توی همایشی هستین و حوصله ندارین نوت برداری کنین و دوست دارین بعداً جزوه‌شو داشته باشین، خیلی راحت میتونید صدای استاد یا صدای اون مجری یا گوینده رو ضبط کنین و به این سایت بدین و اون براتون یه خلاصه خیلی مرتب و تمیز بهتون تحویل میده. من شنیدم خیلی ها از طریق گوش بهتر میتونن مطالب رو یاد بگیرن. جالبی این سایت اینه که این سایت میتونی بهش متن، جزوه، کتاب، مقاله بدی و اون برات یک سری خلاصه های صوتی برات درست میکنه که بهتر بتونی درک کنی و یاد بگیری اون درس رو. حتی فکر کنین که مثلا شما یه عکس از درستون دارین ولی مثلا یه قسمت کوچیکش رو متوجه نمیشین، شما میتونین دور اون قسمت خط بکشین و به اون هوش مصنوعی بدین، به این سایت بدین و بگین همین قسمت رو برای من توضیح بده و اونم میره میگرده و در مورد اون اطلاعات جمع میکنه و بهتون اون قسمت رو توضیح میده. سایت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت notegpt.io هستش که گفتم لینک ها رو براتون میذارم. تو این سایت میتونین خیلی راحت یادداشت هاتون رو مرتب کنین. حالا فقط هم یادداشت نیست، جزوه، مقاله، حتی میتونین بهش سایت بدین یا پادکست بدین یا فایل صوتی بدین. هر آنچه که شما نیاز داشته باشین به سایت تحویل میدین و سایت هم یک جزوه مرتب و خلاصه شده به شما میده که میتونین مطالب مهم رو خیلی راحت‌تر پیدا کنین، بخونین، یاد بگیرین و بهتون خیلی کمک میکنه. دیگه اینجا خبری از جزوه های قدیمی نیستش که بریم بگردین و از توش مطالب مهم رو پیدا کنین. این سایت خیلی راحت و با کمترین زمان میتونه این مطالب رو به شما بده. سایت بعدی که میخوام به شما معرفی کنم سایت mapify.so هستش که نکته جالب این سایت اینه که به شما یک نقشه ذهنی میده تا مطلب رو از دید بصری بهش نگاه کنیم و بهتر یاد بگیریم. یعنی چی؟ یعنی میاد مطالب مهم رو شاخه شاخه به شما نشون میده، اینجوری شما مطلب بهتر توی ذهنتون جا میمونه و هر آنچه که شما دوست دارین و نیاز دارین میتونین به این سایت بدین و براتون هم خلاصه کنه و هم براتون نقشه ذهنی بکشه.
از صدای استاد بگیر، مطالب خیلی طولانی، PDF و حتی میتونه لینک ویدیوهای یوتیوب رو بهش بدین و اون براتون مطالب مهم رو خلاصه کنه. به نظر من خیلی خوبه، خیلی میتونه کمک کنه و این سایت خوب رو به نظر من پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنین، چون مطمئنا خیلی به کارتون میاد. و سایت آخری که میخوام بهتون معرفی کنم سایت گاما هستش که میتونین باهاش کلی پاورپوینت حرفه‌ای با کمترین زمان بسازین و کار باهاش خیلی راحته و میتونین وارد سایتش بشین، سایت gamma.app و اونجا با یه حساب گوگل وارد سایت میشین، ثبت نام میکنین و یک صفحه مشابه پاورپوینت براتون میاره که کنارش کلی تمپلت داره، تمپلت های رایگان با تم های مختلف که میتونین از اونها استفاده کنین، پاورپوینتتون رو بسازین. و حتی نکته جالبش اینه که وقتی که شما دارین پاورپوینتتون رو میسازین، میخواین یه اسلاید بهش اضافه کنین، مثل پاورپوینت معمولی که میتونین دستی وارد کنین هر آنچه که میخواین. و یه قسمت دیگه و آپشنی که داره و خیلی برای من جالب بود این که میتونین اون اسلایدی که میخواین رو پرامپت بنویسین و هوش مصنوعی میاد دقیقاً اون اسلاید رو برای شما میسازه. یعنی شما فکر کنین میگه پاورپوینت هم به صورتی میسازه که شما میخواین. ممنون که منو تا انتهای این ویدیو همراهی کردین. بهتون پیشنهاد میکنم این 4 تا سایت رو امتحان کنین، باش خلاصه نویسی کنین، میتونین کلی کار خفن دیگه بکنین، پاورپوینت بسازین و برای ارائهاتون استفاده کنین. و نکته جالبی که میتونم برای سایت آخر بگم اینکه رزومه های شخصیتون هم میتونید با سایت گاما بسازین. منو توی ویدیوهای بعدی هم همراهی کنین و به من بگین که چه سایت هایی رو شما استفاده کردین و یا از این سایت هایی که گفتم تا حالا استفاده کردین تجربتون چی بوده. ممنون میشم تو کامنت ها به هم بگین.